این حقایق یک بخش عبارتند از منظومه معرفتی اسلام. منظومه معرفتی اسلام یعنی نظر اسلام درباره هستی، درباره انسان، درباره نقش انسان در عالم، درباره ذات اقدس پروردگار، درباره صفات و اسماء الهی که ملأت ارکان کل شیء در دعای کمیل میخونیم، یا بهم ملأت سماعک و ارضک که در دعای ماه رجب این رو میخونیم، درباره مسیر انسان در دنیا، این یک حقایقی است و پس از مرگ و امثال اینها حقایق بسیار مهمی است که اینا سلسله معرفتی اسلام، منظومه معرفتی اسلام هستند. اینها رو به بشریت تعلیم میده و انسانها رو هوشیار میکنه و بیدار میکنه. این یک بخش از این حقایقه. یک بخش دیگر از این حقایق منظومه ارزشی اسلام است. منظومه ارزشی اسلام، ارزش هایی که اسلام اونها رو تثبیت کرده است، یعنی به عنوان ارزش اونها رو شناخته است که آحاد مردم و جوامع مردمی موظفند خودشون رو به این ارزش ها نزدیک کنن، پیش ببرن. سعادتشون در اینه. مثل چه خلقیات فردی، یه انسان دارای صبر باشه، دارای حلم باشه، دارای گذشت باشه، امثال اینها که اینها صفات فردی انسان هاست، تا مفاهیم عمومی و زندگی ساز مثل آزادی، مثل عدالت اجتماعی، مثل کرامت انسانی، مثل سبک زندگی، اینها جزو اون سلسله ارزش‌های اسلامی است که در اسلام بیان شده و تفهیم شده به ما. یه عده‌ای به خطا تصور میکنن بر این که این مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و اینها از غرب به عالم اسلام آمده است، یا متفکرین اسلامی اینها را از غربی ها یاد گرفتند و اونجاها معمول بوده. این کاملا اشتباهه. غرب با این مفاهیم 3-4 قرن بیشتر نیست که آشنا شده. از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده است غرب، در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن در قرآن بیان کرده است. با این تفاوت که غربی ها که اینها رو مطرح کردند هیچ وقت صادقانه عمل نکردن به او، نه به آزادی عمل کردن، نه به عدالت اجتماعی عمل کردن. گفتند و عمل نکردن. در اسلام بود و عمل شد در زمان پیغمبر. این عبارت قرآنی امرت لأعدل بینکم، مال قرآن دیگه، امرت لأعدل بینکم، دستور پیغمبر این است که عدل، اجرای عدالت بکند. این همون عدالت اجتماعی است، عدالت همه جانب است. یا لیقوم الناس بالقسط، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی اصل بعثت همه انبیا و ارسال رسول و کتب برای این بود است که قسط، یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی در بین مردم برقرار بشه. بنابراین اینا مفاهیم قدیمی اسلامی است. یا در مورد آزادی، این بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این 1000 سال قبل از طرح مسئله آزادی در کشورهای غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگه است. می‌فرماید که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. این از این روشن‌تر دیگه چی میشه؟ یعنی انسان‌ها حرند، آزادند. آزادی شامل همه انواع آزادی میشه. یا اون جمله دیگری که معروف استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا، این خطاب به بعضی از فرمانداران اون دوره است که شماها استعبدتم الناس، میخواید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که
خداوند متعال اینا را آزاد آفریده. اینا معارف اسلامی است. از این قبیل در معارف اسلامی زیاد است. در نهج البلاغه کلمات متعددی در این زمینه وجود دارد و در بقیه اینها. بنابراین این سلسله ارزش ها و سلسله معارف و منظومه معرفتی و منظومه ارزشی به این صورته. پشت سر اینها احکام است، یعنی باید و نباید ها، بکن و نکن ها. این احکام اسلامی چه فردی و چه اجتماعی همه برخواسته از اون معارف است و منطبق بر اون ارزش هاست. یعنی این کارهایی که تکالیفی که برای فرد مسلم خدای متعال قرار داده است، این همش نشأت گرفته از همون مفاهیم اصلی و معرفتی است و منطبق با مفاهیم ارزشی است و کمک کننده به صعود در این راهه. خب این مجموعه است که در بعثت در واقع به مردم هدیه شد. اینجا مرکز مقاومت است.